Alright, so I'm making this video because, or if anybody finds this, I really don't know what I'm trying to say, and just I'm breathtaking at what I've done, and I apologize. I know I'm gonna pay for my consequences. You know, I wish that I could have not done this, but I just lost my mind. I snapped. That's it. Fuck you to the big world. Fuck everybody in the world. I can't stand this place. وسطای سپتامبر سال 2009 اهالی خیابون فرست اونیو متوجه یه بوی بد میشن. روزای اول فکر میکردن که ممکنه لاشه یه حیوان اون اطراف افتاده باشه. ولی هرچی میگذره متوجه میشن که منبع این بو از خونه پلاک 505. توی اون خونه اما نایدربرا 16 ساله و مادرش دبرا زندگی میکردن. دبرا کلی 53 ساله و شوهرش مارک اون موقع 50 سالش بوده. اما یه دختر باهوش، مؤدب و آروم بود. ولی به تدریج که بزرگتر شد، رفتاراش هم عوض شد. علاوه بر اون شروع کرد به گوش دادن به یه سبک خاصی از موزیک به اسم هاررکور رپ. یه نوع موزیک رپ با محتوای دارک و آزاردهنده. اما یواش یواش تغییر استایل هم میده. لباسای تیره طرحدار میپوشه، موهاشو صورتی میکنه و دور چشماشو به سبک گروه‌های موزیکی که دوست داشته مشکی میکنه. پدر و مادرش نگرانش بودن، اما امیدوار بودن که این فقط یه دوره گذرا باشه. مارک یه کشیش و رئیس یه کلیسای پرزبتریان بوده که زیر مجموعه‌ای از مسیحیت پروتستانیه. دبرا هم استاد دانشگاه لانگوود تو زمینه جامعه شناسی و جرم شناسی. برخلاف پیشبینی اونا، اما به علاقمندیش ادامه داد و با یکی از هنرمندای سبک هاررکور به اسم رزکل آشنا شد. توی این سبک از موزیک، طرفدارا و هنرمندا معمولاً خیلی به هم نزدیک میشن و یه جامعه خصوصی تشکیل میدن. و اینجوری میشه که رزکل هم یه نفر رو به اما معرفی میکنه به اسم ملونی ولز. اونا با هم در ارتباط بودن و توی مای اسپیس چت میکردن. مای اسپیس یه شبکه اجتماعیه که اون سالا طرفدارای زیادی داشته. به تدریج متوجه میشن که علاقه‌مندی‌های مشترک زیادی دارن. دوتاشون از عکاسی و میکاپ و آرایش مو خوششون میومده. و بابای هر دوشون هم جزء مدیرای همون شاخه مذهبی که گفتیم بودن و خونه هاشون هم به نسبت به هم نزدیک بوده. ملونی علایقش رو اینجوری لیست کرده بود: سیگار، الکل، تمایلات شدید جنسی، خون و خونریزی ناشی از جراحت و قبرای شکاف خورده. اون عکسایی که توی قبرستون گرفته بود و هم توی مای اسپیس پست میکرد. و از وقتی که ملونی و اما با هم آشنا شدن به نظر میومد دیگه هیچی نمیتونه جداشون کنه. تابستون 2008 توی کنسرت زیرزمینی توی شیکاگو این سه نفر همدیگر رو میبینن. اونا توی گروه کوچیکی که تشکیل داده بودن یه پسر مو قرمز 20 ساله به اسم ریچارد رو هم راه داده بودن. ریچارد مکراسکی 26 دسامبر 1988 توی هیورد کالیفرنیا به دنیا میاد و سال 2003 با پدر و مادر و خواهرش سارا به کستروولی تو فاصله 12 دقیقه‌ای اونجا میرن. ریچارد توی مدرسه به خاطر موی قرمز و اضافه وزنش مدام مسخره میشده و بعضی وقتا هم از دست همکلاسیاش کتک میخورده. اون یه شخصیت منفعل داشته و هیچ وقت مقابل حمله هایی که بهش میشده واکنش نشون نمیداده و جلوشون در نمی اومده. توی اون مدرسه نمیتونه دبیرستان رو تموم کنه و به خاطر همین مدرسه‌ش رو عوض میکنه. اما تو مدرسه بعدی هم همین اتفاق تکرار میشه. برای یه مدت طرحهای گرافیکی میزنه و از طریق ساخت وبسایت پول در میاره. به نظر میومده آدم معمولی و آرومیه، ولی تو پروفایل مای اسپیسش جور دیگه ای دیده میشده. جالبه که ریچارد تو سنای پایینتر از موزیک متنفر بوده. مهم نبوده حتی ژانرش چی باشه، براش مثل یه سر و صدای آزاردهنده بوده. حتی چند بار تو جاهای مختلف اسپیکرایی که ازشون موزیک پخش میشده رو میزنه میشکونه، تا اینکه حوالی 11 تا 12 سالگی علاقمندیشو توی موزیک کشف میکنه. یه روز که با ماشین به سمت دندون پزشکی میرفتن، باباش یه موسیقی متال از بند کورن پخش میکنه. یه دونه هم از یه بند دیگه به اسم ICP. یه چیزی توی مغزش روشن میشه و حس میکنه به این سبکا علاقه‌منده. از باباش میخواد که CD موزیکا رو بهش بده، اما باباش از ترس ناراحت شدن مامانش قبول نمیکنه. ریچارد CD رو یواشکی برمی‌داره و ازش یه کپی میگیره. اون بعدها وارد گروه‌هایی میشه که در مورد این سبک موزیکا حرف میزدن و با یه سری آدم هنرمند آشنا میشه و در نهایت سلیقه اصلیشو پیدا میکنه. همون سبکی که اما هم دوست داره. توی سن 17 سالگی ریچارد با یه میکروفون $5 اولین موزیک خودشو میسازه. در ادامه 10 تا از موزیکای اون به مرحله نهایی میرسن
و اینجوری میشه که اون حالا خودشو یه خواننده موزیک هاررکور معرفی میکنه. و توی همین روزا توی صفحه مای اسپیسش با آیدی سایکوسم به یه آیدی دیگه به اسم رگدول کانکت میشه و رابطه ریچارد و اما از همینجا شروع میشه. Alright, so you wanted a video and you made me videos, so and he said please, so I'll make you this video even though I'm not gonna like do anything because my room's kind of dirty and yeah, I don't want to show you my dirty room, but this video is for Emma because you just told me to say your name, so بعد از یه سال تماس تلفنی و از راه دور ریچارد و اما، اونا تصمیم میگیرن به یه کنسرت از یکی از بندای مورد علاقهشون برن. پدر و مادر اما مدتی بود که از هم جدا شده بودن، ولی مارک به صورت مداوم به اونا سر میزد و توی داستان کنسرت رفتن دخترشون هم با دبرا مشورت میکنه. شرایطی پیش اومده بوده که اونا دو دل بودن. از یه طرف میدونستن که اون سبک موزیک توی اون سن مناسب اما نیست و از یه طرف دیگه میترسیدن که اگه باهاش مخالفت کنن اون ازشون بیشتر فاصله بگیره و نتونن کنترلش کنن. با اینکه دخترشون فقط 16 سالش بوده، اونا تصمیم میگیرن که اگه اما قبول کنه که همه چی به روش اونا انجام بشه، به حرفش گوش کنن و بذارن به کنسرت بره و دوستشو هم ببینه. برنامه این شد که ریچارد خودشو به ویرجینیا برسونه و بعد همشون با هم با ماشین مارک 10 ساعت رانندگی کنن تا برسن به دیترویت میشیگان. کنسرت قرار بود 12 سپتامبر از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 11 شب برگزار شه. اول قرار بود ریچارد رو توی فرودگاه سوار کنن و راه بیفتن، اما بعد مارک و دبرا راضی میشن که ریچارد چند روز زودتر بیاد و پیش اونا بمونه. 7 سپتامبر 2009 اما توی صفحه ریچ مینویسه دفعه بعدی که اینجا رو چک میکنی توی خونه منی و من تا ابد و همیشه عاشقتم. تا اینجای کار هم ریچ هم اما بی‌صبرانه منتظر دیدار هم بودن. بابای ریچارد همون موقع مامانش رو از خونه بیرون میکنه و این ورم مارک و دبرا حدود 1 سال بود که از هم جدا شده بودن. با این ضربه های روحی و توی شرایط خاصی که اونا جذب هم شده بودن، به نظر می اومد که قراره یه ارتباط عاطفی پرهیجان رو تجربه کنن. ریچارد به فرودگاه ریچموند توی ویرجینیا میرسه، اما وقتی اما اونو میبینه همه چی عوض میشه. همون مشکلات همیشگی خیلی از روابط آنلاین، نه از لحاظ فیزیکی و نه از لحاظ رفتاری. ریچارد اصلا شبیه عکساش نبوده. اما توی پیاماش به رزکل گفته اون شبیه بچه‌ها رفتار میکنه و من اصلا احساس خوبی ندارم. با این وجود اصلا باهاش بدرفتاری نمیکنه. ولی ریچارد از همون اول متوجه میشه که نتونسته توجه اما رو جلب کنه. به هر حال داستان ادامه پیدا میکنه و اونا چند روز بعد از بیشتر از 1000 کیلومتر رانندگی میرسن به دیترویت. شب قبل از کنسرت یه هتل میگیرن. مارک توی اتاق جدا بوده. اما و ملونی و دبرا هم با هم بودن و ریچارد هم برای خودش یه اتاق جدا داشته. بالاخره روز هیجان انگیز کنسرت شروع میشه. ولی به نظر میرسه ریچارد داشته یه روز جهنمی رو سپری میکرده. اما هیچ توجهی بهش نداشته و بجاش با پسرای دیگه گرم میگرفته. اون شب میگذره و اونا فرداش برمیگردن به ویرجینیا و مارک همه رو میرسونه خونه دبرا و خودش میره. اون شب همه چی عادی به نظر می رسید و ملونی و اما وارد مای اسپیسشون شدن. ساعت 2:43 صبح دوشنبه 14 سپتامبر ملونی یه پست میذاره و میگه دلش برای خانواده‌اش تنگ شده و در ادامه‌ش هم مینویسه 16 میام خونه. ولی بعد از اون هیچ خبری ازش نمیشه. باباش میره خونه دبرا، اما هرچی در میزنه کسی جواب نمیده و هرچی هم تماس میگیرن هیچ کدومشون جواب نمیدن، نه ملونی، نه اما و نه حتی دبرا. ولی بالاخره ریچارد جواب تلفنشون رو میده. اون هر بار یه داستان متفاوت میگه. اونا به پلیس زنگ میزنن و ازشون میخوان که برن خونه دبرا و ببینن جریان چیه. پلیس به اونجا میره و با ریچارد صحبت میکنه، اما متوجه هیچ چیز مشکوکی نمیشه. این در حالیه که همونطوری که اول ویدیو گفتیم همسایه ها اعلام کرده بودن که اون اطراف بوهای بدی میاد. کاتلین مامان ملونی به مارک زنگ میزنه و ازش میخواد بره ببینه چی شده و اونا کجا غیبشون زده. اما بعد از چند ساعت مارک هم دیگه جواب تلفنشو نمیده و کاتلین دوباره به پلیس زنگ میزنه. This is Carmel Police Department. Okay, did you just speak with somebody at the residence? Yes, I just spoke with, I guess, the daughter's boyfriend. Okay, well,
I don't know. My sergeant went over there, and he had said that it was a young kid, boy, and that Melanie and the girl she's staying with are at the movies now. Yesterday they went to Richmond. Vehicle had broken down, and the cell phone's dead, and that kind of thing. So is that what he talked to you about? What he told me, yeah. And like I said, but I don't know where the mother is. I don't know where. I mean, she's usually the one that I guess drives them around, and she's just disappeared. I haven't spoken to her at all. The father I talked to earlier on today, Right. He said that he was on his way. As a matter of fact, he was on the road when I was talking to him. He was going through Farmville. He was supposed to stop at the house. I haven't heard from him since. Okay. دفعه بعدی که کاتلین به ریچارد زنگ میزنه اون میگه دخترها نمیتونن جواب بدن و بعد میگه یه صداهایی از توی زیرزمین میاد. کاتلین به ریچارد میگه زنگ بزن به پلیس و عجیب این که ریچارد واقعا به پلیس زنگ میزنه. اما چیزی که به پلیسا میگه در مورد صداهاییه که ادعا میکنه از زیرزمین میاد. Hey, could I have a police unit come by my house? Because I keep hearing sounds in the basement and I'm scared to go down there and check what it is. Okay, what kind of sounds do you hear? Like just noises, like something moving around down there. I think it's the dogs, but I'm not sure. Mm-hmm. Okay. We have 2 dogs, but one of them is upstairs. I just put him up there, and the other one might be down there, but I'm not sure if it's the dog or not. Okay, and it's in the basement. What's your name? Sam. Sam? But this isn't my house. I'm staying at my girlfriend's house. Okay. All right, we'll get somebody to come up there, okay? Thank you very much. پلیسا بازم به اونجا میرن و فقط زیرزمین رو بررسی میکنن. از نظر اونا همچنان هیچ چیز مشکوکی وجود نداشته و حرفای ریچارد هم منطقی بوده. به گفته همسایه ها بوهایی که حس میکردن غیر قابل تحمل بوده. اما به نظر میرسه که حس بویایی نیروهای پلیس فارمویل کاملا از کار افتاده بوده. کاتلین هم یه بار دیگه به پلیس زنگ میزنه و مؤدبانه براشون توضیح میده که شرایطی که پیش اومده اصلاً معمولی نیست. بالاخره نیروهای پلیس فارمویل به خودشون زحمت میدن و 18 سپتامبر میرن تا خونه دبرا رو بازرسی کنن. هیچ خبری از ریچارد نبوده. ولی این بار بوی مرگ از توی خیابون به مشام اونا هم میرسه. وارد خونه میشن و به قول خودشون اونجا تبدیل شده بوده به کشتارگاه. 3 جسد در حال تجزیه توی اتاق پایینی بود و جسد یه مرد هم توی اتاق بالایی. با اینکه اونجا چاقو و چیزای دیگه هم افتاده بود، آلت قتاله اصلی یه نوع چکش سنگین بود که از حیاط پشتی آورده بودن. ساعت 2:43 آخرین پیامای ملونی ارسال شده بود و تا قبل از ساعت 3 همه خوابیده بودن جز ریچارد. اون کمی مشروب میخوره، گل میکشه و چند تا مسکن مصرف میکنه. بعد میره و از تو حیاط پشتی یه چکش بزرگ پیدا میکنه که شبیه تبره ولی کوچیکتر و برای شکستن هیزم ازش استفاده میکنن. ملونی روی مبل خوابیده بوده و اولین نفری بوده که ریچارد میره سراغش. اون پشت سر هم به سرش ضربه میزنه. ضربات چکش اونقدر قوی بوده که ملونی حتی فرصت داد زدن هم نداشته. ریچارد دبرا رو هم که تو اتاق خودش خوابیده بوده دقیقاً به همین شکل میکشه و در نهایت میرسه به اما که اونم روی تختش توی اتاق خوابیده بوده. هر 3 اونا توی خواب و بدون اینکه بتونن کوچکترین دفاعی از خودشون بکنن کشته میشن. رفتارای ریچارد از این به بعد عجیب‌تر میشه. اون خونه رو ترک نمیکنه و همونجا پیش جسدا میمونه. موقعی که بابای ملونی خودشو به اونجا میرسونه، ریچارد از در پشتی خونه خارج میشه. بعد میره و به عنوان یه همسایه بهش میگه اونا خونه نیستن، رفتن سینما و احتمالاً دیر برمیگردن. بالاخره آخرین قربانی یعنی مارک 17 سپتامبر یعنی 3 روز بعد خودشو به اونجا میرسونه. ریچارد واسش کمین میکنه و به محض اینکه وارد پذیرایی خونه میشه از پشت سر و با همون چکش بهش حمله میکنه. اونقدر وحشیانه که مارک هم بدون اینکه فرصت دفاع از خودشو داشته باشه در جا میمیره و روی زمین میفته. اون بعد از کشتن مارک بدنشو توی اتاق میبره ولی میدونسته که دیگه وقت ترک کردن اون خونه است. اون شب یه ویدیو اعتراف پر میکنه. از جیب مارک پول میدزده و قبل از روشن شدن هوا حوالی ساعت 4 با ماشین هوندای 2000 اون راه میفته به سمت فرودگاه. ولی همون اول مسیر تصادف میکنه. پلیس میرسه و به خاطر نداشتن گواهینامه بهش احضاریه میده.
جالبه که ریچ همه جا با اعتماد به نفس صحبت میکرده. حتی اون وقت صبح با ماشینی که مالکش خودش نبوده و گواهینامه هم نداشته، با سر و وضع آشفته و بوی بدی که میداده، بازم میتونه پلیس رو قانع کنه که همه چی عادیه. و تازه پلیس بهش کمک میکنه تا سوار یدک کشی بشه که میخواسته ماشین رو جابجا کنه. ساعت 6 صبح راننده یدککش اونو کنار یه فروشگاه پیاده میکنه. اون بعداً گزارش کرده که ریچارد اونقدر بوی وحشتناکی میداد که اون برای اینکه بتونه تحملش کنه مدام سرشو از پنجره ماشین بیرون میبرده. ریچارد توی اون 3 روزی که با جسدا توی خونه بوده حتی دوش نمیگیره. موقع قتل اونم 4 نفر چیزای زیادی از جنس خون و گوشت و مایعات به بدنش میچسبه و اونا باعث شده بودن که این بوی وحشتناکو بده. با این وجود ریچارد راحت و بیخیال نشسته بوده و تعریف میکرده که ماشین مال بابای دوست دخترشه، یا توضیح میداده که کبودیای روی گردنش کار دوست دخترش بوده. بعد از اون ریچارد یه تاکسی میگیره تا بالاخره خودشو به فرودگاه برسونه. اینجا هم یه اتفاق جالب میفته. پلیس ماشینشونو به خاطر رانندگی با سرعت غیر مجاز متوقف میکنه. ریچارد بدون نگرانی از ماشین پیاده میشه و تا وقتی که مراحل نوشتن جریمه تموم میشه یه سیگار میکشه. راننده تاکسی هم گزارش کرده که ریچارد بهش گفته دوست دخترش بهش خیانت کرده. اون میگه گوشیشو چک کرده و توش از یکی از کسایی که توی کنسرت دیده بودن یه پیام دیده و بعدم موقعی که همه خواب بودن اونجا رو ترک کرده. ریچارد بالاخره به فرودگاه میرسه، ولی تاریخ بلیتش برای 2 روز بعد یعنی 20 سپتامبر بوده. اون مجبور میشه توی فرودگاه بخوابه. زمانی که اون خواب بوده یه نفر به اسم آندرس شریم به پلیس زنگ میزنه. آندرس دوست پسر رزکل بوده. اون به پلیس میگه ریچارد به یکی از دوستاش گفته که چند نفر رو کشته. حالا دیگه کل داستان مشخص بوده. فقط باید میفهمیدن که ریچارد کجاست، که خب خود ریچارد آدرس رو براشون نوشته بود. اون کاغذی که اسم و آدرس فرودگاه روش بوده رو توی خونه جا گذاشته بود. پلیسا خودشونو به اونجا میرسونن و ریچاردو در حالی که توی بخش تحویل بار هواپیما و روی صندلی خوابیده بود دستگیر میکنن. ریچارد مکراسکی توی 20مین سال زندگیش کاری میکنه که هیچ شباهتی به رفتارای دوران کودکی و نوجوانیش نداشته. اما اگه بخوایم دقیق‌تر بررسی کنیم متوجه میشیم که اون به خاطر آسیبایی که بهش میزدن خشم و عصبانیت زیادی داشته، ولی بروز نمیداده و رفتارای بدی هم از خودش نشون نمیداده. ولی وقتی بزرگتر شد تصمیم گرفت خودشو یه مرد سرسخت و حتی شرور نشون بده. این همون تصویری بود که توی تماسای آنلاین با اما از خودش نشون داده بود. اما به دلایل مختلف جذب این شخصیت ریچارد شده بود، ولی وقتی اونو از نزدیک دید با یه آدم متفاوت با روحیات حساس مواجه شد و همین باعث شد زیاد تحویلش نگیره. و بعد از اینکه توی کنسرت هم بهش نشون داد که توجه و تعهدی بهش نداره، ریچارد تصمیم گرفت ساید دیگه شخصیتشو نشون بده. توی ماجرای قتلا و حتی ترتیب انجامشون به نظر میاد انتقام اون فقط از اما نبوده. شاید احساس کرده بود که تمام اون آدما به نوعی توی تحقیرش نقش داشتن. با توجه به نشون ندادن هیچ گونه علائمی از عواطف انسانی مثل همدردی و دلسوزی، تمایل به انجام جرم، نداشتن پشیمونی و بی‌مسئولیتی، میتونیم حدس بزنیم که ریچارد یه شخصیت ضد اجتماعیه. در نهایت 20 سپتامبر 2010 دادگاه ریچارد مکراسکی رو به جرم 2 مورد قتل درجه 1 و 2 مورد قتل کپیتال به 4 بار حبس ابد بدون امکان درخواست تجدید نظر محکوم کرد.